سید عمر سعیدوف ساکن 31 ساله نویه کوشانیان و خواهرزاده شمس‌الدین سعیدوف یکی از رهبران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که ماه اپریل سال جاری بازداشت شده بود با جرم همکاری با سازمان‌های ممنوع بر اساس ماده 307 کودکس جنایتی تاجیکستان به 6 سال زندان محکوم شده است. در این باره شمس‌الدین سعیدوف روز 11 ایول سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد امروز خواهرزاده‌ام سید عمر سعیدوف را هم با ماده 307 به مهلت 6 سال از آزادی محروم کردند. نوشته سعیدوف قبلا مقامات افتتاح پرونده به ضد سید عمر سعیدوف بر اساس ماده 307 را تصدیق کرده بودند. گفته میشد سبب بازداشت او شرح در زیر یک مطلب درباره بازداشت پسر شمس‌الدین سعیدوف عبدالله شمس‌الدین بوده است. به گفته نزدیکانش سید عمر در آن شرح چنین نوشته بود: خدایا تقوی ما را از تهمت بی‌اساس حفظ کن. نزدیکانش میگویند که سید عمر سعیدوف در بازداشت دسترسی به ادوکات مستقل نداشت. آنها شکایت از حکم صادر شده را بیهوده میشمارند و بر اینند که در نظام قانونی دادگاهی تاجیکستان دست یافتن به تنطنه عدالت امکان ندارد. مقامات دادگاهی تا کنون حکم سید عمر سلطانوف را شرح ندادند. در ماه ینور سال 2023 مقامات آلمان عبدالله شمس‌الدین پسر 32 ساله شمس‌الدین سعیدوف و داماد خواهر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری را به تاجیکستان اخراج کردند. در پایان ماه مارس دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه عبدالله شمس‌الدین را با جرم همکاری با سازمان‌های ممنوع و گذاشتن لایک در زیر ویدیوهای رهبران مخالفین به 7 سال زندان محکوم کرد. در آلمان با طلب رهایی عبدالله شمس‌الدین از جانب مخالفین تاجیک و گروهی از ساکنان محلی یک سلسله اعتراضات دایر شدند. چند سازمان حامی حقوق از جمله عفو بین المللی نیز از مقامات تاجیکستان آزادی او را طلب کردند. مقامات تاجیکستان تا کنون حکم این فرزند یکی از رهبران مخالفین را رسما یگان بار شرح ندادند. سال 2015 در پی منع دیگرباره فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمس‌الدین سعیدوف به اروپا پناه آورد. دادگاه ولایت ختلان سال 2018 در غیبش شمس‌الدین سعیدوف را بر اساس 4 بند کودکس جنایتی با جرم افراطگرایی و تروریسم به 15 سال زندان محکوم کرد.